اینجا بخش مونتاژ دوربین های کیدیتیه. اینجا اتاق ایزوله یا کلین رومه. خب میرسیم به یکی از مهمترین بخش های دوربین، یعنی تنظیم فوکوس لنز. اینجا فوکوس انجام میشه. خب وارد مرحله مونتاژ دوربین ها میشیم. توی مرحله اول شیشه های کیس تمیز میشن. توی مرحله بعدی ماژول هایی که مونتاژ و فوکوس شده اسمبل میشه. و توی مرحله بعد تمام اونها وارد کیس میشه و بسته میشه. خب وارد لاین دیگه ای از مونتاژ دوربین ها میشیم. اینجا هم دوربین های دام ما مونتاژ میشه. توی مرحله بعد ماژول ها اسمبل میشن و توی مرحله بعدی کیس بسته میشه. ما توی کیدیتی 4 تا لاین مونتاژ دوربین داریم. خب توی مرحله بعدی دوربین وارد تست های مختلف میشه. یکی از این تست ها تست دارک رومه که در واقع قابلیت های دید در شب دوربین رو بررسی میکنن. تست بعدی که وجود داره تست ایجینگ رومه. دوربین داخل این دستگاه قرار میگیره، نوبت به بسته‌بندی محصولات میشه. کیدیتی فراتر از گارانتی.